این کت خدای فینیتو کلن یه کار بلد می باشندی و اون هم اینه که برای سالها اسم بذاره. هر اسمی هم میذاره برعکسش اتفاق میفته. اهالی فینیتو، من این سال را به نام سال جهش تولید نامگذاری می کنم اندی. تا حالا که هر چی بوده جهش بدبختی بوده. این کت خدا هم آب روغن قاطی کرده. مریض خانه ها پر شده اندی و حرم ها خالی. کدامشان ارزش خرج کردن داشتندی؟ آره بابا، انقدر پولا رو خرج مدافعان حرم کردیم که مهاجمان حرم هم پیدا شدن. یه آفک و دروازه‌بان کم داریم تا تیم ملی حرم تشکیل بشیم. تو این دسیسه دشمنه که میخواهد فینیتو را نابود کنندی. خفه کردیم ما رو با این دشمن کردنه. دشمن تو ماییم. بابا اینقدر وسط حرفهای من پارازیت نیندازیدندی. باید تولید را جهش بدهیمندی. پدر نیامرزیده، آخر کدام تولید؟ الان الاغ و درشکه ملی هم قیمتش به اندازه پول خون بابامونه. بنده مقصر نیستم، مسئولین فینیتو باید پاسخگو باشندی. ای بابا، ما نفهمیدیم تو کت خدایی یا پشمک. دکور سفره ما رو هم تو میچینی بعد میگی من مقصر نیستم. آقا خاموش کنید اون تلویزیون کت خدایی رو.